الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدا، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 54 از آموزش کلمت التوحید است که معنیش نیست معبود برحق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول الله هستند. لا اله الا الله محمد رسول الله. البته در این حلقه ما به شما موقف صوفیه و قبوریه و مرجعه را از شرک ذکر میکنیم که موقف صوفی ها و مرجعه ها نسبت شرک چگونه است. البته قبوریه ها یعنی قبر پرستان و صوفی ها و مرجعه ها و این چنین اهل کلام متکلم و فلسفه در حقیقت شرک از دو جانب خطا کردند. جانب اول جانب توحید، جانب دوم جانب ایمان. بارک الله فیکم. یعنی در حقیقت شرک از جانب توحید و از جانب ایمان خطا کردند. زیرا کسی که توحید را درست فهمید شرک را درست میفهمد و کسی که ایمان را درست فهمید بعد از این کفر شرک را درست میفهمد. بارک الله فیکم. اولین جانبی که در اون خطا کردن این جانب توحید است. صوفی و غیر صوفی، صوفیا و قبوری گفتند که توحید این توحید ربوبیت است. اهل سنت و جماعت میگن که توحید این توحید الوهیت است و در درون توحید الوهیت ربوبیت هم وجود دارد. اساس دین به خاطر توحید الوهیت است. اما صوفیه ها مخالف نص و مخالف حق برآمدند، گفتند توحید این توحید ربوبیت است و توحید را تفسیر کردند به توحید ربوبیت، یا که توحید ربوبیت را تفسیر کردند و گفتند که توحید الوهیت این معناش قدرت بر اختراع هست. یعنی ما میگیم توحید الوهیت یعنی یگانه پرستیدن الله هست، عبادت را به الله انجام دادن. اما اونها گفتند بانه القدرت علی الاختراع، قدرت بر اختراع هست، به پیدا کردن چیزی قدرت داشتن. لا اله الا الله معنیش را گفتند نیست خالق بجز الله. ما میگیم نیست معبود بجز الله، اونها گفتند نیست خالق بجز الله. برای همین وقتی که نظر به صوفی ها میکنیم، در مذهب صوفیان، در دین صوفیان شرک وجود ندارد. شرک در عبادت یعنی شرک در الوهیت، شرک در عبادت وجود ندارد. یعنی کسی که سجده به غیر الله کند، در گرد غیر الله طواف کند، در گرد قبر طواف کند، از قبر فرزند طرف تمام شرکیات را انجام دهد، اعمال را یا عبادت را به غیر الله صرف کند و طلب شفاعت کند و بین خود و بین الله واسطه گیرد، همه این را صوفی ها شرک نمیدانند. میگن که هیچ باکی ندارد. چرا؟ برای اینکه در نزد صوفی توحید فقط اعتقاد است. توحید این چی است؟ میگن که توحید ربوبیت است. اگر ربوبیت رو دانید شما موحد شدید. اما در نزد اهل سنت و جماعت این عقیده البته غلط است و عقیده اهل سنت و جماعت این است که توحید این الوهیت است. بارک الله فیکم. اساس توحید این الوهیت است. و از جانب دیگر اگر نظر کنیم، این چنین صوفی ها، مرجئه ها، کلامی ها، قبوریه ها خطا کردن در جانب ایمان. وقتی که نظر به صوفی میکنیم، متکلمین و مرجئه ها میکنیم، در باب ایمان میبینیم که اغلب اینها یعنی صوفی و متکلمین و قبوری، صوفی ها اغلبشون یعنی همه اشون در مذهب مرجئه هستند. در باب ایمان صوفی ها مرجئه هستند. یعنی مرجئه چی میگوید؟ مرجئه میگوید که ایمان فقط این یک قول قلب است. یعنی ایمان این امر باطنی هست. حتی مرجئه ها، جهمی هایش فقط معرفت الله میگد، شناخت الله میگد. مرجئه ها البته چند قسمشند: مرجئه های جهمی، کرامی، کلابی، اشعری، ماتریدی، مرجئه الفقها، مرجئه العصر، که همه این سخن ها و همه این باب ها رو و این قسم ها رو ما در حلقه های گذشته در باب مرجئه شناسی و تکفیر و ایمان بیان کرده ایم. پس مرجئه ها عمل ظاهری را از ایمان نمیدانند، فقط باطن را از ایمان میدانند.
پس ایمان در نزد مرجئه فقط تصدیق است یا که فقط معرفه هست یا که فقط گفتن لا اله الا الله است. وقتی که به یک قسمی مرجئه ها نظر میکنیم میگن که ایمان فقط لا اله الا الله است، به جهمی ها نظر میکنیم که ایمان فقط معرفت است، به اشعری و ماتریدی نظر میکنیم که ایمان فقط تصدیق است. و همه این وقتی که نظر میکنیم میگه که عمل از ایمان نیست، عمل ظاهری را ایمان نمیدانند. پس از همین جهت صوفی ها هم در همین عقیده هستند. صوفی ها هم مرجئه هستند، متکلمین و فلسفه مرجئه هستند. از همین جهت وقتی که مرجئه شدند، شرکی که از انسان ظاهر میشد، شرک عملی و شرک ظاهری و شرکی که انسان ظاهر میکند، این شرک را کفر نمیدانند. همان وقت شرک را کفر میدانند که شرک عملی و شرک ظاهری را همان وقت کفر میدانند که این شرک با باطن هم باشد، یعنی شرک درونی هم باشد. یعنی در نزد صوفی ها، در نزد متکلمین و در نزد مرجئه، البته صوفی متکلمین این مرجئه هست، در نزد مرجئه شرک فقط اعتقادی هست، شرک فقط باطنی است، شرک عملی ظاهری وجود ندارد. برای همین امروزه مرجئه ها را وقتی که نظر میکنیم، انسان مرتد را مرتد نمیدانند، انسان کافر را کافر نمیدانند، مشرک را مشرک نمیدانند، برای اینکه در نزد اینها عملی شرک ظاهری وجود ندارد. بارک الله فیکم. پس مجرد یک دعای ظاهری و یک مجرد عمل ظاهری که شرک است، در نزد این مرجئه ها شرک نیست. چرا که برای همین شرک نیست که میگن این دو شرط رو نابود کرده. شرط اول میگن مقصد توحید این ربوبیت است. میگن هر کسی که عملا شرک رو انجام داد، شرک عملی انجام داد، مثلا طواف قبر کرد، سجده به قبر کرد و غیره، این میگن این به الوهیت ربط دارد، به ربوبیت ربط ندارد. وقتی که این عمل به ربوبیت ربط ندارد، پس این عمل شرک نیست. میگن اعوذ بالله من ذلک. دوم میگن که هر عملی که باطنی نیست، هر عملی که عملی خارجی و ظاهری و جسمی است، این هم در این حالت هم شرک نمی باشد. بارک الله فیکم. یعنی به اون سبب عملهای جسمی را شرک نمیدانند، عملهای ظاهری را شرک نمیدانند که میگن که این عملهای ظاهری به ربوبیت دخل ندارد، زیرا که همان وقت در نزد صوفی و مرجئه و در نزد قبوری و کلامی انسان مشرک میشود که شرکش در ربوبیت باشد، شرک در الوهیت را اونها قبول ندارند. و همان وقت شرک در نزد صوفی ها و قبوری مرجئه شرک است که شرک درونی باشد، شرک بیرونی و ظاهری را اونها قبول ندارند. بارک الله فیکم. پس فهمیدید که صوفی و قبوری اینها مرجئه هستند. البته مرجئه ها اینها مخالف توحید هستند، اینها به توحید در حقیقت مخالف هستند و آشکارا توحید الوهیت را انکار میکنند، توحید عبادت را انکار میکنند و این چنین در ایمان عمل را کفر ظاهری که عملی هست قبول ندارند، ایمان را از عمل نمیدانند. پس از همین جهت از جانب صوفی ها، از جانب قبوری و این مرجئه ها، امروز امت اسلام به یک حالت به نهایت پست و به یک حالت شکست وارد شد. زیرا که وقتی که صوفی ها غلبه کرد، به عقیده همه مرجئه وارد شد و صوفی ها قبوری شد و مرجئه ها پهن شد، همه فکر کردن که شرک این شرک نیست. به مانند تاجیکستان که همه میگن الحمدلله ما مسلمان، ازبک ها میگن الحمدلله biz مسلمان، همه میگن که ما مسلمان. لیکن وقتی که نظر میکنید مسلمانی چیست، میگن که مسلمانی فقط به دل دانستن ایمان از این میبرد که شرک وجود ندارد، کفر وجود ندارد، طواف کردن به غیر قبر الله را کفر نمیدانند، شرک را شرک نمیدانند. اعوذ بالله من ذلک. وقتی که امت اسلام شرک را شرک ندانست، کفر را کفر ندانست، ایمان را نفهمید، توحید را نفهمید، الله خارزار کرد. برای که نصرت همان وقت است که ما مطابق قرآن و سنت به منهج سلف امت زندگی کرده باشیم و فهمیده باشیم. بارک الله فیکم. پس صوفی و قبوری اینها در مسئله اینچنین اهل کلام و فلسفه و منطق، اینها در مسئله شرک از دو جانب خطا کردن. جانب اول چخیلی که به شما بیان نمودیم این جانب توحید بود، گفتن که توحید الوهیت نیست بلکه توحید ربوبیت است. یعنی مقصد دین این توحید ربوبیت است. ما میگیم که مقصد دین توحید الوهیت است.
بعد از این از جانب ایمان صوفی و متکلمین و قبوری ها، اینها از جانب ایمان مرجئه هستند و عمل را از ایمان نیست میگن و اینچنین کفری عملی را هم قبول ندارند. بارک الله فیکم. و مسئله اول این بود. مسئله دوم، ما در این مسئله دوم به شما شرک نیت، شرک اراده و شرک قصد و ابتغا را بیان می‌نماییم. اولا به شما بیان میکنیم که این نمود شرک ها به دو قسم تقسیم میشد. قسم اول این است که انسان با یک عملش دنیا را قصد کند، یعنی انسان با یک عبادتش، با یک عملی که عبادت است، دنیا را قصد کند، زینت دنیا، کیفیت دنیا، مال و متاع و منصب این دنیا را قصد کند، یا که انسان به عملش، به یک عبادتش یا عملش ریا یا سمعه یا که تعجب کناندن مردم یا که ثنای مردم و مدح و طلبات مردم را خواسته باشد. البته هر دوش هم شرک است، هر دوش هم شرک است، هر دو قسم هم شرک است. دلیل بر این که این گفته ها ما شرک است این قول الله سبحانه و تعالی است که الله میگوید من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هر کسانی که دنیا را میخواهند، زینت دنیا را میخواهند، ما برای اونها میدهیم و برای اونها عملهای کردهشون که دنیا را به سبب عمل میخواهند میدهیم، اما اونها در اینجا زیان کشیده میشند و در آخرت برای اونها هیچ چیزی نیست بجز آتش جهنم و تمام عملهایی که کردگی هستند این عملهایشون نابود و حبطه میگردد و تمام کارهای کردهشون باطل میگردد و اونها از جمله خسارت زدگانند. پس اینچنین در سوره کهف آیه 110 میگه که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. هر کسی که امید لقای اللهش ربش را داشته باشد پس عمل نماید عملی صالح را و به الله در عبادت کردن هیچ شریک نسازد، یعنی در عبادت کردن به الله شریک را یگان کسی را قرار ندهد. پس این چنین آل عمران 152 که الله سبحانه و تعالی میگوید منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. بعضی از شما دنیا را میخواهد و بعضی از شما آخرت را میخواهد، البته به عملهایتون. بعضی انسان ها عمل را به خاطر دنیا انجام میدهند و بعضی انسان عمل را به خاطر آخرت انجام میدهند. و این چنین در سوره اسراء سوره آیه 18 میگوید من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. پس عموما الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیه 142 میگوید یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. با عملهایشان با ریا حرکت میکنند، یعنی وقتی که عمل میکنند این عمل را به خاطر نشان دادنشان به مردم میکنند و ذکر نمیکنند الله را مگرم کمی. پس این یعنی شرک نیت، در نیت کردن، شرک اراده، شرک قصد. مقصد همین که یک عمل را به نیت الله انجام دادن نه و به نیت دنیا انجام دادن، به قصد الله نه و به قصد ریا و سمعه کردن، یا که به خواست به اراده الله نه، یعنی در عمل فقط الله را خواستن نه دنیا را خواستن، یا که مردم را خواستن ثنا و مدح کردن. البته این همه چی است؟ شرک است. بارک الله فیکم. پس حالتهای این شرک چگونه است؟ علما دو حالتش رو ذکر میکنند. این شرکایی که ما ذکر کردیم دو حالت دارد. حالتی که حاضر شرک نیت، شرک اراده، شرک قصد، شرک طلب و شرک ابتغا که ما به شما بیان کردیم که انسان در حالت طلب کردنش، یعنی در اراده، در خواستنش، در نیتش، در قصدش غیر الله را خواهد، این شرک است. همین شرک یا شرک اکبر است یا شرک اصغر است. اولا نظر بکنیم که همین شرک اگر شرک اکبر باشد مثالش این است که یک انسان به اسلام داخل شود، شهادتین یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله را بگوید، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله را بگوید، خونش حفظ است، خون این را ریزاندن حرام است. به مانند منافقینی که لا اله الا الله گفتن به اسلام در آمدن اما باطنشان کفر بود. و بعد از این که لا اله الا الله بگوید محمد رسول الله بگوید اکثر عملش را به خاطر ریا انجام بدهد، یا که به خاطر خواست دنیا، به خاطر دنیا اسلام را قبول کرده باشد و اصلا باطنش کفر باشد.
یا که به خاطر دنیا یگان عمل را ترک کند، به مانند نماز را ترک کند. لا اله الا الله میگوید، مسلمان است، نماز میخوند، اما به خاطر منصب شد و نماز را ترک کرد، کافر شد. البته این شرک است، شرک تعطیل است و این شرک اراده است. شرک اراده، شرک نیت و شرک قصد. در قصدش، در نیتش شرک کرده است. و اگر شرک اصغر شود، مثالش به مانند کمی از ریا، یعنی در اکثر انسان ها ریا وجود دارد. ما به الله پناه میبریم از ریا. هر یک انسان ریا دارد و همین ریا اگر هدبر زیاد شود، به نهایت به درجه بالا رود، انسان را به کفر وارد میکند. اما ریای کم، ریایی که در درون عمل کم کم پیدا می شود، این ریا را علما میگن یسیر ریا، یا که عمل را خاص به خاطر، یا که عبادت را خاص به خاطر حاجت دنیوی انجام بدهد. به مانند کسی که صدقه میدهد، یک صدقه معین صدقه میدهد، نفقه میکند، یک نفقه معین، مقدار معین، به خاطر مصلحه فایده دنیوی خودش. با این صدقه اش آن چیزی که در نزد الله هست از اجر و ثواب و این چنین چیزها نمیخواهد، بلکه با این صدقه اش مدح میخواهد، ثنا میخواهد، ریا میخواهد، سمعه میخواهد. پس انمی شرک اصغر است. یا که اصل عمل انسان مثلا به خاطر الله رب العزت و الجلال باشد، بعد از این در درون عمل کمتر ریا وارد شود، یا که حاجت دنیوی وارد شود و طلب نماید، پس این عمل هم چی است؟ این عمل هم نابود می شود، حبطه می شود، فایده ندارد و این شرک اصغر است. و البته انسان گناهکار می شود، شرک اصغر گناهکار می شود، اما صاحبش را از اسلام بیرون نمی کند. برای من این رو ما شرک اصغر گفتیم. پس بارک الله فیکم. با همین حلقه تا اینقدر ما به شما مختصرا مسائل شرک را که ضد اخلاص بود به پایان رسانیدیم. اما خواهرم و برادر موحدم بارک الله فیکم، شرک موضوعش وسیع است و شرک موضوعش به نهایت بزرگ است. از الله رب العزت و الجلال ما طلب می نماییم که آموختن شرک را به ما موفق گرداند و از شرک دور شدن را، پاک شدن را نصیبمون گرداند و ما را از جمله موحدین بگرداند. ما حالا در این قسم شرک، شرک در طاعت، شرک تشریع، شرک حکم بغیر ما انزل الله صحبت نکردیم. این معلومات هایی که ما دادیم معلومات عمومی بود که ضد اخلاص را به شما بیان میکند. باذن الله بعد از پایان یافتن شرح کلمه توحید لا اله الا الله، عروة الوثقا، ما ان شاء الله به درس های نو وقتی که شروع کردیم، ان شاء الله درسی ما درس شرک، آموختن شرک و فهمیدن شرک و ترک کردن شرک ان شاء الله میگردد. پس هر یک مرد و زن مسلمان و هر یک فرد وظیفه دار است که توحید را بیاموزد. شروط های لا اله الا الله که شرط های صحت لا اله الا الله است بیاموزد، عمل نماید. وقتی که شرط را آموخت، ضد شرط را بیاموزد که این شرط ها را چی نابود میکند و خود را از بلا و آفت این دنیا و آخرت نجات بدهد. پس لا اله الا الله دو رکن دارد. لا اله الحق، یعنی نفی، نابود کردن تمام الهان باطل، معبودان باطل و کفر بر طاغوت، الا الله، و اثبات کردن الله رب العزت و الجلال. و 7 شرط دارد که ما از اون 4 تاش را به شما به ضدش بیان کردیم. علم که ضدش جهل است. شرط لا اله الا الله علم و نبودنش جهل است، کفر جهل. یقین شرط دوم صحت لا اله الا الله که ضدش شک و شبهه و ریب است، کفر است. سوم شرط لا اله الا الله صدق، شرط صحت لا اله الا الله که ضدش کذب و نفاق است که کفر است. چهارم شرط صحت لا اله الا الله اخلاص است که ضدش شرک است که البته کفر است. بارک الله فیکم. و الله رب العزت و الجلال را حمد و ثنا و ستایش میگیم که به ما توفیق داد
و تا اینجا به شما این مسائل را بیان کردیم و در حلقه های آینده باذن الله شرط پنجم صحت لا اله الا الله را که محبت است به شما بیان میکنیم. محبت، قبول، انقیاد، 3 شرط دیگر